زنان در شورای عالی صلح نقش سمبولیک دارد و با این حال نیمی از جامعه افغانستان در جریان گفتگوی صلح قرار ندارند. کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان با اعلام نمودن سال 1392 به عنوان سال تحقق خواسته‌های سیاسی زنان افغانستان میگوید که حکومت افغانستان در روند مذاکرات صلح با مخالفان مسلح نقش نداده و آنان اصلا در جریان این مذاکرات قرار ندارند. کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان با بررسی یک دهه مشکلات و دستاوردهای زنان افغانستان میگوید که روند گفتگوهای صلح با مخالفان مسلح دولت باید شفاف و همه شمول باشد. این کمیته با انتقاد از حکومت میگویند که تاکنون برای زنان در روند صلح نقش داده نشده و آنان در جریان گفتگوهای صلح قرار داده نشده‌اند. کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان حکومت را متهم می‌کند که تاکنون خلاف قطعنامه 1325 شورای امنیت سازمان ملل متحد در مورد نقش زنان در روند صلح عمل کرده است. فعالان عرصه حقوق زن میگویند زنان امنیت و مسئولیت ندارند و عاملان محاکم صحرایی زنان نیز مجازات نمی‌گردند. مسئله زن در افغانستان تبدیل شده به یک مسئله انتقامجویی بین جامعه جهانی، دولت افغانستان و گروه‌های مخالف مسلح دولت افغانستان و به همین دلیل است که ما بدترین شکل خشونت‌ها را که حداقل در گذشته‌ها شاهدش نبودیم در 10 سال گذشته داشتیم که عقل انسان از او یاد کردن از او حداقل کوتاهی میکنه. ما هیچگاهی بیان نداشتیم که زن در محضر عام سنگسار شود و یک گروه از مردم و مردان مخصوصا او را تجلیل کنند. تهدیدها و محدودیت‌های تحصیلی و آموزشی برای زنان از دیگر مسائل اند که نگرانی شدید این فعالان حقوق زن را برانگیخته و آنان میگویند در حال حاضر نیمی از مکاتب در کشور برای دختران بسته شده است. این فعالان حقوق زن میگویند که وزارت معارف در راستای باسوادسازی زنان توجه چندانی نکرده است. و چیزی که متاسفانه در 10 سال در سالهای اخیر میبینیم میزان مکتب سوزی به مراتب نسبت به مکتب سازی بیشتر است و در این راستا زنان مسئولیت ندارند و از 5 میلیون طفلی که آماده رفتن به مکتب است و دسترسی به مکتب ندارند اکثریت از اینها را زنان تشکیل میدن، دخترها تشکیل میدن. از سوی هم کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان از دولت می‌خواهد که در سیاست‌ها و برنامه‌های خود به خواسته‌های اساسی زنان پاسخ مثبت دهد. همچنین این کمیته سال 1392 را به عنوان سال تحقق خواسته‌های سیاسی زنان افغان اعلام نموده و تاکید می‌کنند که در این راستا مبارزات عدالت‌خواهیشان را شدت خواهند بخشید.